كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. مقدمه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبينا الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويدلهم طريق المستقيم. پوشیده نیست که عبادت کامل و درست آن است که بنده عبادت کننده الله تعالی را با تمام اسمهایش و صفات فعلی و ذاتیش بشناسد و به درجه شناختن و باخبر گشتن عمل کند. دیگر این که طاعت و عبادت نه تقلیدی و نه کورکورانه بلکه مستحکم و کامل باشد، زیرا با طاعت و عبادت کورکورانه و ناپخته و ناسفته معرفت حقیقی به دست نمی آید. برای این که عبادت کامل باشد پیش از همه عقیده را باید درست نمود و این کتابی که ما با شما مطالعه داریم راهنمای خوب و بی‌منت است در راه تربیت عقیده. صاحب مذهب امام اعظم رحمه الله کوشش و زحمت زیاد به خرج دادند تا چنین یک دستورالعمل پرقوت را تألیف نموده به میراث گذارند. حنفی مذهبان در صورت از برکردن فرموده های پیشوای خود می توانند خودشان را و عقیده اشان را موافق به مذهبشان گردانند، زیرا بنده بسیار مشاهده کرد که بعضی اشخاص در گفتار خود را حنفی مذهب می گویند ولی در عمل و عبادتشان رکنهای را انجام می دهند که خلاف مذهبشان است. شاید با مطالعه از این کتاب و دیگر کتاب‌هایی که در خصوص عقیده بحث و مناظره می کنند این افراد خطای خیش را اصلاح نمایند. در آخر با برداشتن دست دعا به سوی خدای یکتا برای جمیع مسلمانان روی زمین عقیده مستحکم و موافق و علم و عمل بسیار خواهانیم. و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین و علی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. به اذن خداوند بینیاز بنده نواز شروع میکنیم به ترجمه و شرح و ایضاح مختصری اثر امام بزرگمان ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله. نام کتاب فقه اکبر. فقه به معنای شناختن نفس و آن چی به منفعت نفس است و همچنین شناختن و دانستن آن چی به ضرر نفس است می باشد و اکبر باشد در لغت به معنای بزرگ می آید. ترجمه تحت لفظی فقه اکبر به زبان تاجیکی شناختن بزرگ نفس می باشد. از عنوان کتاب چنین برمی آید که درک کردن همه آن چی که به فایده و یا ضرر نفس است اینجا می آید و این خیلی کاری بزرگ است. برادر و خواهر عزیزم، این بود مقدمه کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. منتظر درس های آینده باشید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.